برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود و احترام به یکایک شما تماشابینان گرامی شبکه تلویزیونی پیام تیوی. خوش آمدید به برنامه دیدگاه. شوکت محمد با شما هستم و در برنامه امروزه ما درباره سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز جوانان و واخوریش با جوانان صحبت میکنیم. این سخنرانی رئیس جمهور دو سه روز پیش بود، لیکن طول این دو سه روز بسیاری از جوانان از داخل کشور و بسیاری از جوانان از خارج در مهاجرت با ما در تماس شده گفتند که چرا درباره سخنرانی رئیس جمهور چیزی نگفتید، حرفی نگفتید. طول این سه روز است ما ده ها نامه گرفتیم، ده ها پیامک ها گرفتیم که خواهش میکردن درباره سخنرانی رئیس جمهور یک واکنشی داشته باشیم، یک حرفی داشته باشیم. برای چی ما در حال در این باره گپ نزدیم؟ برای اینکه تماشابینان گرامی، جوانان عزیز، شما فکر نکنید که این برآمد رئیس جمهور رو ما مطالعه نکردیم، کردیم حتما، ولی یگان سخنی نو نبود، یگان حرفی نو نبود. برای همین ما در این باره نخواستیم یک واکنشی داشته باشیم. به هر حال طبق طلبات شما، طبق طلب‌های پی در پی شما، به خلاصه اومدیم که حتما در این باره باید چند گفتنی‌های گفته شود. واخوری رئیس جمهور بخشیده به روز جوانان که با جوانان چند ساعت ادامه کرد، نشان داد هر جمع آمده با شرکت پیشوا در تاجیکستان یک نمایش، یعنی یک شاو و مسابقه تملق است که برای بالیده کردن طبع اساسگزار و نجات دهنده و پیشوایان تشکیل داده می شود. دیگر از او هیچ فایده نیست. هیچ هدف جز همین این نمایشنامه های تئاتری کنانیده شده ندارند. دیگه هیچی ندارند. در واقعی که میبایست مشکلات جوانان کشور به گوش رئیس جمهور رسانیده میشد و درخواست و پیشنهادهای جوانان در حضور رئیس جمهور گفته میشدند تا به حیث رهبر دولت و منیجری کرایه شده از جانب مردم به آنها رسیدگی میکرد، حتی یک مشکلات گفته و یک پیشنهاد ارائه نشد. یک مشکلات از مشکلات جوانان گفته نشد و یگان پیشنهاد برای پیشرفت جوانان نشد از جانب جوانان. همه دست پیشی بر تمام. خیر، یک دو درخواسته که در آنجا گفته شد خصوصی بودند. ظاهراً برای در ذهن مردم غمخوار و مهربان جلوه دادن پیشوا او پیشنهادها ساخته شده بودند، صحنه‌سازی شده بود. رئیس جمهور که قریب دو ساعت از روی ورق منتنامه نوشته یاردمچیانش را در حجم 18 صحیفه واردی قرائت کرد و چند باری هم وقتی از آن سر می برداشت سفسطه سر می شد، هیچ چیزی نوی نگفت. یگان گپی نو نبود. یگان پیشنهاد درخور به جوانان نداد. هیچ یک راهنمایی درستی نکرد. هیچ مشکلی آنها را ذکر نکرد. یگان مشکل جوانان در این 18 ورقه سفسطه ذکر نشد. تنها موضوع پیام رئیس جمهور به جوانان کشور منتگذاری بود. منتگذاری که من با شما فلان بار وار خوردم، شما را آینده کشور گفتم. همین هم گپ شد. جوانان را آینده کشور نگویی، پیرکیان را میگویی. گویا که در یگان جای دنیا موسفیدان را هم آینده کشور میدونند. گپ شده می. فلان عدد دانشگاه و مکتب ساختم.
گویا از میراث بابای رحمان ساخته باشد. نه همین خیل گپ و کوی سفسطه‌های زیادتی. این برآمد امام علی رحمان هم از برآمدهایش از محفل‌های دیگر یگان فرقی نداشت. تنها رقم بازی و پنهان داشتن اصلی مسئله. ببینید تماشابینان عزیز، یاردمچیان امام علی رحمان، همانهایی که این سفسطه ها را می نویسند، به نهایت پرتجربه شدگی هستند. آموختگی هستند که می شود مقایسه سال جاری با سالهای اول استقلال فرقهای بزرگ را به نمایش می گذارند. اگر از بعضی رقمهای دیگر یاد نشود. برای مثال سیاست خردمندانه رئیس جمهور در ساحه معارف را نشان داده شده در این سفسطه 18 صفحه‌ای نوشته‌اند و رئیس جمهور آن را قرائت می‌کند، میگوید که اگر سال 1991 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را همگی 13500 نفر دانشجویان ختم کرده باشند، در سال 2020 شماره ختم کنندگان به 40,000 نفر رسید. 40,000 نفر. یعنی رئیس جمهور گفتنی است که از سال 1991 13500 نفر گجای در سال 2020 40,000 نفر گجا. ببینید چقدر دانشجویان زیاد شدند. اکنون ببینید تماشابینان عزیز، رئیس جمهور نمیگوید که در این مهلت، در این مدت از سال 1991 تا سال 2020 اهالی کشور 2 برابر افزایش یافته است. تعلیم به بیزنس تبدیل شده است و سطح تعلیم نسبت به سال 1991 10 برابر پایین رفته است. کی به همین گپ من زیده است؟ یعنی یکی از سبب‌های افزایش دانشجویان خودی افزایش اهالی باشد، سبب دیگرش این است که از بیشتر بودن شمار دانشجویان گروه درآمدهای هنگفت میگیرند و در افزایش شمار آنها سخت منفیت دار هستند. بله؟ اگر تا سال 1991 هدف از تعلیم تنها تربیت کادر بود، حالا هدف بیزنس شده است. هدف تنها گرفتن درآمد است. کسی به صفت تعلیم اهمیت نمیدهد. اگر تا سال 1991 تعلیم در مکاتب عالی از حساب بودجه بود و با استیپندی بلند و جای خواب بیپول بود، حالا قسمی کمی مؤسسه های عالی تعلیمی از حساب بودجه هستند. فقط قسمی کمش. اکثریت مکاتب عالی شرطنامه‌ای شدگی هستند، یعنی دگوارنوی. بله؟ حتی آنهایی هم که در قسم بودجوی تحصیل میکنند، هر یک بهای سنجش و امتحانشان نرخ دارد. هر یک بهای سنجش و امتحانشان نرخ دارد. نادرست میگویم، خصوصا جوانانی که مرا شنیده ایستاده اید، گپم نادرست است؟ لطفا نظرتون را نویسید. اگر نادرست گفته ایستاده باشیم، حتما ما نظرهای شما را به این نوبت میگیریم. مگر نادرست میگویم که نسبت به سال 1991 حالا در این شب روز تعلیم به بیزنس تبدیل شده است. حالا ببینید دوستانی که گفتید درباره واخوری رئیس جمهور یک برنامه داشته باشیم، به شما باید بگویم که امروز در برنامه ما نیت نداریم این 18 صفحه سفسطه پیشوا رو تحلیل کنیم. خودش 18 صفحه است. اگر تحلیل کنید چقدر می شود؟ یک روز دو روز گپ زدن در کار است. برای همین بحث ما سری هزاران جوان است که در سن غرور و اعتراض و سازندگی
و چاپلوس و تملق کار تبدیل شدهاند و بندگی طاغوت میکنند که خود را خدا و پیامبر خوانده است و ماران حرص خودنماییش همیشه مغز تملق و ستایش طلب میکنند. ماران ضحاک رو میدونید؟ مغز آدم میخوردند. ماران این ضحاک ما همیشه تملق طلب میکند، چاپلوسی طلب میکند، مغز تملق و چاپلوسی طلب میکند. مغز دیگران اشتها ندارد به مغز دیگران. حالا ببینید دستاندرکاران این نمایشنامه مسخره یعنی واخوری رئیس جمهور با جوانان حتی قهرمان جهان را که صدها پهلوان را به پشت افکنده است مجبور کردند به خدایی خودخوانده سجده کند و همه پیروزی هایش را نتیجه غمخواری های پیشوای ورزش پرور عنوان کند. جوانان عزیز، خصوصا ورزشگران، حکومت کشور اقلا به شما بنزین پولی نمیدهد که از یک ناحیه رفته در ولایت هنرنمایی کنید، از ولایت رفته در جمهوری هنرنمایی کنید، از جمهوری به یک کشور همسایه رفته تا هنرنمایی کنید، اقلا راهکرایتان را نمیدهد. اقلا یک شرایط خوبی رقابت پذیر با ورزشکاران کشور همسایه را مهیا نمی کند. و شرم نه، حیا نه، شما با چقدر عذاب و عقوبت و با چقدر سرسانی ها غالبیت را به دست میبرید و غالبیت خود نیو غالبیت پیشوا عنوان میکنید. تملق از این هم زیاد میشود. باید رئیس جمهور از این بیرق تاجیکستان را پرافشان کردن شما افتخار کند، به شما تشکر گوید که این شما هستید که آبروی تاجیکستان را بلند برداشتید، آبروی رئیس جمهور را بلند برداشتید، نابسته از آن که یگان غمخواری در این مسئله نیست. باشدم بس نه به سطح آن است که رقابت پذیر با کشورهای همسایه و دور و نزدیک باشد. همان زمان رئیس جمهور به این مبارزه های شما، به این غالبیت های شما به تشکر سزاوار است و سیاستش را سیاست خردمندانه و جوان پرورانه گفته می شود که ورزش پرورانه گفته می شود که او یک شرایطی را در تاجیکستان مهیا کند که برای ورزشکاران مشق ورزشکاران، جای مشق ورزشکاران و شرایط مشق ورزشکاران برای آمادگی به مسابقه ها رقابت پذیر با کشورهای رقیب باشد. وقتی که چنین نیست، این سیاست خردمندانه نیست. این سیاست ورزشکار کشنده است، سرسان کننده ورزشکار است. همین است که هر یک ورزشکاری که میبیند در تاجیکستان یگان آینده نیست و یگان غمخوری نیست، خودش را به کشورهای دیگر میاندازد، به کشورهای دیگر میرود، مثل رسول باقیف. من حالا به چندی از ورزشکاران نامی ما منصب داده زبان آنها را بستند، شکایت همشون را شنیده ایم از موضوع چوریه سر کرده. برای همین این مسئله رو هم باید فکر کرد جوانان عزیز.
با موضوع برمیگردیم. همین مسحکه چند ساعته که در تمام شبکه های تلویزیونی کشور هم نمایش داده شد، بر الان نشان داد که سطح خودخواهی پیشوا و تملق پسوایانش تا کجا رسیده است. حیران میشوی. جوانانی که خون گرمشان باید به اعتراض، طلب حق، ناراضگی از ظلم و استبداد، قیام علیه بیدادی وادارد، دست پیش بر لرزان و هراسان به طاغوت تملق میزنند که جوانیشان را از آنها گرفته است. عمرشان بدون آنکه به آینده نیک امید داشته باشند میگذرد. دانشگاه را ختم میکنی، دیپلم را میگیری، چیکار میکنی؟ مهاجرت، کوچه‌روبی. مهاجرت، کوچه‌روبی. اما این مهاجران در حالت که در گرو بهای معلمان دانشگاه مانده اند، برای اینکه اگر تملق نکنند سنجششان گرفته نمی شود، اگر تملق نکنند از دانشگاه خارج می شوند، اگر خوشامد نگویند به این پیشوا بهای سالانهشان و نیم سالهشان مانده نمی شود، دیپلم گرفته نمی توانند، تملق میکنند، یک کاری که دیپلم میگیرند. اما دیپلم گرفتی چیکار میکنی؟ دیپلم چی میدهد به تو؟ فایز نهایت کم. حالا 40,000 نفر ختم کردند. در سال 2020 40,000 نفر ختم کرده است. حالا به این مسئله برمیگردیم که از این 40,000 نفر چقدر مهاجر استحصال شد؟ از این 40,000 نفری که صاحب دیپلم شدند چقدر مهاجر کوچه‌روب استحصال شد و چقدر صاحب کسب؟ این مهم است. این باید تحلیل شود. وقتی که 5 سال پول دانشجو را میگیرید و هزارها معلم جای کار می آفرید به سبب همین دانشجو، لیکن وقتی که او مکتب را ختم میکند، مکتب عالی را ختم میکند، دانشگاه را ختم میکند، به او جای کاری یافته داده نمیتونید، اقلا به 50% یا که اقلا به 30% و از اینها شما مهاجر استحصال میکنید. شرمتون نمیآید که با بگوید این سیاست جوان پرورانه و خردمندانه است؟ حالا انا برای همین هم از همین حالت بیچاره جوانان، دانشجویان استفاده میکنند. آنها را سوء استفاده میکنند و از همین حالت سوء استفاده کرده میمانند، مسابقه تملق تشکیل میکنند. آیندگان ملت یعنی جوانان در تملق ضیاعیانی بازمانده از شوروی را که هر کدام کوشش میکند برای دریافت لقمه نان پیشوایش را بلندتر بردارد، با یک نول زده پرت افتند. یک شرطه به عاقب زدن این جوانان امروزه. ما همون تملق کارانی دوره اتحاد شوروی را ببینید. نادرست میگویم، یگان برآمد کننده در واخوری با امام علی رحمان در همین بخشیده به روز جوانان، به امام علی رحمان همچون رئیس جمهور کشور خطاب نکرد یگان نفر. همه کوشش کردند هرچی بیشتر کلیشکه های بالاخانه‌دار و رئیس جمهور چسبانند. جناب عالی، یک حرفای ارخیستی، کلیشکه های ارخیستی، پیشوای معظم ملت،
اساس گذاری صلح و وحدت، خیر نوش کمتر چی میگویند زبانوی کرده شدگی، سرفرماندهی قوه های مسلح، سروری بنیادکار و سازنده و غیره. انمی خیل رفته هم میگیرد. خودش آخر همین کمتر وقت میدید برای جوان که سخن کنه در همونجا. آخر خیر جناب رئیس جمهور گفته گپش گفتن گرد به همین ذکر کردنی کلیچکه های رئیس جمهور نیمی وقت جوان رو میگیرید. نیمی وقتی بیچاره جوانی که سخنرانی میکند در ذکر همین عنوانهای بی آخری پیشوایی خودخوانده صرف میشود. حالا کدام از برآمد کننده ها کوشش میکرد صفت نوی را به پیشوا نسبت دهد، حرکت میکرد. میگوید من توسط سیاست خردمندانه شما فلان کار را کردم، در فضای صلح و ثبات و غمخواری پدرانه شما همه موفقیت و دستاوردهایمان محض محصول سیاست درنگرانه. این چی گفتنی گپ باشد؟ معارف پرورانه درنگرانه، نه فالبین گفتنی گپ، چی گفتنی گپ است؟ معارف پرورانه و آینده سازانه شما پیشوای معظم ملت است. سلامی سرشار و پر از مهر و محبت، جوانان خوشبخت زمان صاحب استقلالی، باعث افتخار و سرفرازی ماست. با دستگیری شما به جایزه سرفراز شدم. انا جسارت و مردانگی شما اساسگزار دولتی نوین تاجیکان، سرور بنیادکار و سازنده. همین خیر رفتم میگیرد بولو خونه دار. او بچه پرابلم رو گپ زن، پرابلم رو خیر گفتی از آسمان بعد از زمین به آسمان برآوردی، چی شد؟ پرابلم جوانان حل شد؟ وای پرزیدنت غمخوار، پرزیدنتی که غمخوار است بدون همه این تملق باید غمخوری داشته باشد. به پرزیدنتی که در غم ملت است به این همه تملق این گپ کلیچکه های بالاخوندار، عنوان های بالاخوندار نیاز ندارد. پرزیدنتی که واقعا در غم ملت است و وظیفه خودش میدوند که در غم ملت باشد، از این کلیچکه های بالاخوندار شرمش میبیاید، از این عنوان های بالاخوندار شرم میکند. میگوید بس کن نگوی خیل، من خدمتگار شما یا میگوید چه خیلی این کلیچکه های به من چسبوندید. همین خیلی گپ زده تنتک کرده پرتفتم یک نفر رو. پرابلم رو گپ زن اوی جوان، میتونی پرابلم رو گپ زدن. مرحمت. ببینید هر وقت جوانان برای جمهور خطاب میکردن در برآمد در همه واخری، حتما بعد گفتن شما عباره پیشوای ملت یا جناب عالی را استفاده میبردن. این کار را کرد شما جناب عالی، شما پیشوای ملت دست نمیخیر. اوه جوان تو با خدمتگارت گپ زده ایستاده ای. انا همون پیشوایی که تو میگویی خدمتگار تو است، به خدمت برگزیده شده است. یعنی خدمتگار یک رقم یک کشور به نفری که خدمتگار تو است باید خدمتش را کند. او را پیشوا گفتن هم جنایت است، جناب گفتن هم جنایت است در اصل گیرید. اگر یک خدمتگاری که به وقت معین انتخاب شده است، اگر انتخاب شده باشد، واقعا اگر توسط انتخابات شفاف پرزیدنت رئیس جمهور در تاجیکستان انتخاب میشد، هیچگاه پیشوا نمیشد، هیچگاه جناب عالی نمیشد، تا با عالی شدن رفته نمیرسید. 5 سال 7 سال طبق کنستیتوسیون خدمتش رو میکرد، یک طرف میستاد، یک نفر دیگری ارزنده میومد.
حالا در این باره هم پایین‌تر گپ میزنم انشالله بدتر. مثل اینکه درباره پیامبر گپ زنی واجب است که صلی الله علیه و سلام بگویی. همین خیلی. من باوری دارم ای جوانانی که شما در واخوری با رئیس جمهور بودید، خصوصا نفرانی که سخنرانی کردید، یگان حرفتون حرف خودتون نبود. همه میدونن که هیچ نفری به واخوری با رئیس جمهور بخصوص اونهایی که باید سخنرانی کنند بدون آمادگی و تفتیش چند کرته راه داده نمیشوند و آنهای به منبر راه داده میشوند که چند نهادهای امنیتی دیگه و هکذاها، سخنرانهای پسیخولوگ‌های چند نفر سخنگویی هایشان را تصدیق میکنند، با آمادگی هایشان رفته اشتراک میکنند. از همین میگذرند. با وجود این همه همینقدر آمادگی ها دیده میشود، لیکن برالو دیده میشود که متن برآمدهای آنها از طرف دیگران آماده کرده شده است. اقلا جوانان، اقلا متن برآمدتان را خودتان تیار کردگی نبودید. همین است. به شما باور کنیم آینده کشور را، چه خیلی که رئیس جمهور میگوید شما را آینده کشور، آینده ملت. اقلا متن برآمدتان را خودتان تیار کردگی نیستید. معلوم بود آخر. انکون ببینید. حالا چی خلاصه برآوردن ممکن است از همین حالت؟ شخصا بنده به این فکرم که بعد اون که از رژیم منصبداران، ضیائیان، روحانیان و حتی قسمی از فعالان جامعه شهروندی را این رژیم به تملق‌کاران تبدیل داد، به نظر میرسد حالا برای جوانان دست به کار شده است و رژیم تصمیم دارد که یک نسل کاملا منقرض به وای رساند. آینده ملت هم همان گونه باشد که خودش میخواهد. یعنی هرگاه همین گپ زد همه دست پیش بر باشند، یگان ملاحظه وجود نداشته باشد، یگان شکایت وجود نداشته باشد. اینها چیکار خواهند، چه احمقی خواهند کرده گشتن گیرند، همه تملق کار باشد، دست پیش بر، سر خم باشد. همین جوانان همین احوالتان را یک بار، همین جلسه، همین نشست، همین همایش واخوریتان با رئیس جمهور را یک بار خودتان نفرانی که شرکت کردید تماشا کنید. یک بار شرمتون نمیباید؟ حالا شما در داخل این طور به فکرم رژیم نه فقط دانشجویان جوانان در داخل را منقرض کردنی است، حتی میخواهد آنهایی هم که در خارج هستند و یک کمی در فضای بازتر تحصیل کرده کار و زندگی میکنند، میخواهد برگرداند، آنها را هم منقرض کند، آنها را هم تملق کار سازد. ببینید در تاجیکستان به متخصصان جای کار نیست. هزارها صاحب کسب و دارای معلومات عالی در روسیه کوچه‌روبی میکنند، به اصطلاح استرایکه میکنند، خیشتزنی و لایکاری. در همین حال امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گویا غمخوارانه به وزیر معارف و علم و رئیس دفتر ریاست جمهوری دخترش آزاده رحمان دستور داده است که روند بازگرداندن متخصصان تاجیک از خارج را به طور جدی پیگیری کنند. از یک جهت نگریم خیلی یک فکر خوب است،
که از خارج متخصصانی که سرسان و سرگردان در مهاجرت هستند، در خارج هستند، برمیگردونیم. لیکن جای بجای آنها رو بیجا کردن وقتی که معاش ارزنده داده نمیتونید، جای کار خوبی از همون در مهاجرت بودگیشون بهتر داده نمیتونید، چی گفته میبرید اونها رو؟ امام علی رحمان و محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و آزاده رحمان دخترش رئیس دستگاهش فرمان داده است که تامین شغل افراد متخصصان به خارج رفته در داخل را در دستور کار قرار دهند. حالا به گپ رئیس جمهور دقت کنید. میگوید که جوانانی که با برنامه استعدادهای درخشان حکومت و کوته تاجیکستان در کشورهای خارجی تحصیل میکنند به کشور بر نمیگردند و علت این وضع احمد علت این وضع چی بوده است؟ تنگ نظری مقامات مسئول بوده است که توان دیدن نیروهای قویتر از خود را ندارند. فهمیده ایستادید؟ این تنگ نظری مسئولین بوده است که همون نفرانی که در خارج تحصیل کرده به قوت شدگی هستند نمیخواستند به کشور برگردند و جای آنها را بگیرند. این را کی گفته ایستاده است؟ رئیس جمهور امام علی رحمان. اوی جناب رئیس جمهور، آخر همین مسئله را از خودتان سر کنیم بیایید. مگر فکر نمی کنید که آب از سر لای؟ حالا درباره تنگ نظری گپ زدید. مگر تنگ نظری خودتان نیست که خودتان 30 سال است، 30 سال هیچ جای را به شخصانی با استعدادتر و جوانتر از خودتان خالی نمی کنید؟ مگر این خودتان نیستید که توان دیدن نیروهای قویتر از خودتان را ندارید؟ مگر این خودتان نیستید که همه گاو و گوساله‌تان را گیردتان جمع آورده حکومت را به یک فرمه اولادتان تبدیل داده اید؟ مگر همین خودتان نیستید؟ مثال روشن، مگر آزاده و رستم نیستند که به خاطر پدرشان رئیس جمهور بودند صدها نفری صاحب استعداد را ناامید کردند و نمیگذارند که آنها به منصب رئیس دستگاه، مجلس ملی شدن، رئیس جمهور شدن امید برند. همین امید رو که یک نفر بخواهد رئیس جمهور شود، یک نفر بخواهد امید برد که رئیس مجلس ملی شود، یک نفر امید برد که رئیس دستگاه رئیس جمهور شود، از مردم گرفتید، از ملت گرفتید، از جوانان گرفتید، از جوانان با استعداد گرفتید. این خیانت، این تنگ نظری مگر از خود شما سر نشده؟ مگر همین مسئله را حلش را میباید که از خودتون سر نکنی؟ باید از خودتون سر کنی. خوب گپی خیلی عالی گفتید، لیکن این طور نیست که این بیچاره ها را که جای کار خوب دارن به چی امید آرزوی هوس در خارج تحصیل کردن، در خارج تحصیل کرده، در خارج جای کار یافتن، این خیلی مهنت زیاد طلب میکند، خیلی مهنت زیاد طلب میکند. در خارج برای صاحب کسبان خیلی رقابت زیاد است، رقابت خیلی بزرگ است و در این رقابت جای کار یافته، جای خود رو یافته، معاش گرفتن کاری آسان نیست. شما آنها رو برمیگردونید به کجا؟ آخر شما همان نفرانی که کوچروب کرده اید، همان نفران رو نمانید در تاجیکستان بیستند کار کنند؟ اقلا شایسته سالاری
سیاست شایسته سالاری را در کشور جاری کنید تا شخصان شایسته صاحب جای کار شوند. همه از یک محل نه، همه مذهب های کلیدی از یک اولاد نه. وقتی که شما توان قدرتی پیاده کردن سیاست شایسته سالاری را ندارید، چگونه مردم را از اونجا برگردانه چیکار میکنید؟ با گردانده چند نفر که در فضای آزاد تعلیم گرفتند و در فضای آزاد کار و فعالیت میکنند میبرید با شما غلام میکنید، تملق کار میکنید، چاپلوس میکنید. چیکار میکنید؟ برای همین رئیس جمهور سفسطه خانه را بس کنید. دیگر عصر 21 است. به این سفسطه ها هیچ کس باور نمیکند. برای همین جوانان عزیز به خود بیایید. خون گرمی که در بدن شما در گردش است باید آن را حیف نکنید. گرم گرم کار بکنید، گرم گرم بخوانید، گرم گرم گپ بزنید، گرم گرم فعالیت کنید. به تملق کاری، به انعمی شما جناب عالی گفتن و به دست پیشی بر بودن هیچ جا آباد نشده است که در تاجیکستان آبادی به میان بیاید. برای آباد شدن تاجیکستان باید تلاش کرد. هر یک نفر باید سهم خودش را بگذارد. به شما جناب عالی، شما پیشوای ملت گفتن، اساسگزار صلح و وحدت ملت گفتند و هاکذاها، هیچ جا آباد نمی شود. این بود برنامه امروزی دیدگاه. تماشاگران گرامی، یکایک شما را به الله پاک میسپارم. در پناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.